اینجا ثروتمندترین روستای ایرانه، اما نه به خاطر طلا، نفت یا حتی معدن‌ها. شاید باورت نشه، ولی مردم اینجا فقط با یه دونه خوراک پولدار شدن، اونم پنیر هست. میپرسی چجوری؟ یه جایی هست درست وسط کوههای تبریز که زیر هر خونش یه غار سنگی وجود داره پر از قالبای پنیر. پنیرایی که در دمای طبیعی 5 تا 12 درجه میمونن تا جا بیفتن. این پنیر جالب که میراث شخصی به نام حاج احتشام بوده، همونجا بدون نیاز به برق و دستگاه‌های مخصوص درست میشه و اینقدر خوشمزه است که شهرتش تا دبی و آلمان و فرانسه هم رفته. توی این روستا هیچ کارخونه‌ای نیست، اما هر خانواده خودش یه برند جهانیه. همین طلای سفید باعث شده روستایی ساده تبدیل بشه به ثروتمندترین روستای ایران. غارهای این روستا بوی شیر تازه میده و هر تیکه از پنیرش یادآور دستای مردمیه که با زحمت و نه با رانت به ثروت رسیدن. بله، این بهشت پنیری همون روستای لیقوان خودمونه، جایی که بوی ثروتش از دل کوه میاد. روزگشت رو دنبال کن تا با روستای جالب ایران بیشتر آشنا بشی.